سلام از روز مامان روز چندم؟ روز پنجم مسافرت. ما امروز میخوایم بریم تو اوکی هیلو. ما اومدیم یه جایی که اسمش هست نقاش تپه، یعنی تپه نقاشی سیستان مایا. و اینکه امروز روز خوبی نبود برای تور اومدن، به خاطر اینکه اولین روز پریودیه. هورا فان. توی این تور حس میکنم که از همه آدمون متنفرم، از همه، از خودم، از این زندگی. تنها چیزی که هنوز دوستش دارم گربه ها. بعد اینجا داشتم یه گربه رو ناز میکردم، بعد خیلی با هم خوب بود. بعد یه لحظه دیگه رفت و پیش یکی دیگه که نازش کنه. آره فعلا آپدیت تا اینجا همین بود. دلیل شماره 8 نه دوم برای اینکه این تور چرته، به خاطر اینکه ما خودمون دیروز رفتیم اداره میرن دستشوی اینا به خاطر اینکه ما دیروز خودمون رفتیم ساحل، یعنی نونو. حالا بریم ببینیم چه خبره. نمیخوام بد فاز باشم به خاطر منو کی رها کرد، کی صدا کرد منو، کی صدا کرد. سلام و 200 درود. سلام بچه ها. تبلیغات کتونیه. آره اینا به من پول دادن که من تبلیغاشون. خب خیلی هیجان زدم به خاطر اینکه امروز که وقتمون با این تور چرت و پرتشون گرفته شد. ولی فردا میخوام برم یه جایی که بلایند دیت کتابه. خیلی باحاله. مثلا اینطوریه که 10 تا کتاب داره، بعد این 10 تا کتابه توی کادو پیچیه، بعد روش یه شورت استوری راجبش نوشته، ولی خب نه اسمش نوشته نه اینکه هیچی راجبش نوشته نیست. فقط مثلا نوشته مال چه سالیه فلان و این داستان. تو باید بازش کنی. پس انرژی زنانه کجاست؟ ببین ماما خب من اینجوریه که خیلی جالب خدایی. واقعا خیلی خوشحالم و خیلی هیجان زدم. یعنی اینطوریه که فقط منتظرم فردا بشه از خواب بیدار شم، صبحانه بخورم، بعد برم اونجا. آخه من خیلی کتاب دوست دارم. بعد اینم خیلی عاشقانه بود. یعنی دوست داشتم که مثلا یکی برام اینو هدیه بگیره. وای خیلی قشنگه. خیلی خوشحالم از این چیزا. آره هلو گایز، از روز آخر استانبول دیگه امروز میخوام برم همون جایی که بهتون گفتم، همون جایی که براش خیلی هیجان زدم، ولی احتمالاً اونجا رو یه ویدیوی دیگه‌ای درست کنم ازش. امروز روز آخر همونطور که میدونید و اینکه من و مامانم برای بار آخرین بار اومدیم استقلال. امروز روز کودک اینجا. بچه‌ها انقدر اینجا امنیت کمه، واقعا همش استرس اینو دارم که گوشیمو مثلا یهو چیز کنم ببرم و به خاطر همین گوشیمو 2 دستی گرفتم. و اینکه دوباره
از فردا فیلتر شکن بازی و حجاب بازی و دیگه کاربازی و اینا شروع میشه دیگه. و امروز آنچنان کار خاصی نکردم. راستی رفتم اون کتابه رو گرفتم. حتما یه ویدیو جدا ازش میگیرم و آره خیلی خوشگل بود. حتما یه ویدیو جدا اصلا ازش میگیرم و حقیقتا وقت نکردم که وقتی که داشتم میخریدمش ویدیو یوتیوب بگیرم، به خاطر اینکه زلزله اومد اینجا. یه زلزله 6 ریشتری، بعدش یه دونه کمتر اومد، بعد مامانم میگه دیشب هم یه زلزله اومد. آره خلاصه که الان ما اومدیم استقلال و داریم برمیگردیم. دستم درد کرد. خدا گل بینات. آره میخوایم بریم میگروس یه سری خرید کنیم. یه گربه از تو خیابون منو انتخاب کرده بود و تا قسمت بالایی هتلمون هم حتی همراهم اومد و غذا میخواد، ولی هیچ که غذا نداره. حالا ببینم اگر که میگروس غذا داشت براش غذا بگیرم. فعلا کی از اون پنجره بسته. وقت برگشت رسیده. بالاخره که نه، البته منتظرش که نبودم، ولی خب باید رفت و اینکه دوباره باید کار کنم. البته تنها دلیل خوشحالیم برای برگشت اینه که میخوام برم بچه‌هامو ببینم. حتما بعدا یه ویدیو درست میکنم برای معرفی بچه‌هام به شما. اینجا داشتم سفارش میدادم، بعد یه آقای سیاه‌پوستی اومد و اینا، بعد داشت میگفت که چقدر اینجا قهوه آمریکا زندگی میکنم، قهوه گرونه. بعد همینجا داشتم باهاش صحبت میکردم. خب از کجا زندگی میکنی؟ آمریکا زندگی میکنی؟ گفتم نه ایران زندگی میکنم. بعد گفت اونجا استارباکس داریم دیگه، میدونی بالاخره با توجه به استارباکس اونجا و قهوه اینجا این اصلا به درد میخوره. اینجا بودم که آره استارباکس، آره 10 تا استارباکس داریم. من عاشق کیندرم و خیلی خوبه. بذاریم براتون یکم از اینا بگیرم، از عشقای زندگی. بوینو عشق منه، واقعا عاشقشم. های اینو رو نگاه کن هیرو. خدایم عاشقتونم. امانمزا رو امانمز زرد. از این مینیایی خوشوده گناه داره واقعا. بذاری اینو بتونشون بدم، من عاشق اینا واقعا. کاش از سنم. وای اگر ببینید که این چیه، ببین تو رو خدا. LOL I love LOL. Oh my god. کاش از سنم خجالت بکشم. I love LOL. با 1 ساعت تأخیر